سرخط خبرهای مهم: جزای 10 گوشت فروش برای قیمت فروشی در عرفه عید قربان. یریوان ساختمانچیان تاجیک را به کار دعوت می کند و شکایت خانواده افسری در مرز کشته شده. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 5 ایون. 10 گوشت فروش را در دوشنبه برای در عرفه عید قربان خودسرانه قیمت کردن نرخ گوشت جریمه بستند. به گفته مقامات کارهای داخلی دوشنبه این گوشت فروشان از نیازمندی شهروندان و آمدن عید قربان سوء استفاده کرده با مقصدی به دست آوردن منفعت مالیوی خودسرانه نرخ محصولات گوشت را قیمت کردند. نظر گوشت فروش های جریمه شده در این مسئله معلوم نیست. رئیست کارهای داخلی میگوید با مقصد نظارت و تنظیم نرخ محصولات در بازارهای پایتخت گروه های کاری رید و عملیاتی سنجشی میگذرانند. همینطور به گفته این نهاد تنها دوام یک روز از جانب گروه های کاری 80 دلیل بین نرخنامه و قیمت فروختن محصولات گوناگون خوراکواری معین کرده شده. صاحبکاران و فروشندگان برای این کارشان جریمه شدند. خدمات مهاجرتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان متخصصان ساحه ساختمان را برای کار در یریون ارمنستان دعوت کرده است. به اطلاع این نهاد سن کارگر از 21 تا 60 سال بوده. کارفرما کارگر را با جای خوب و اسباب‌های کاری تامین می‌کند. مزد مهنت برای متخصصان ساحه ساختمان در یریون از 1200 تا 1800 دلار آمریکایی در یک ماه بوده است. اما لباس مخصوص و پایافزار کاری و خوراک به ذمه خود کارگر بوده است. این طلبات است که خدمات معلومات داده است. در گذشته کشورهای کارجو از کارگران تاجیک دانستن زبان روسی و تجربه کاری، نداشتن داغ سودی و داشتن دیپلم یا سرتیفیکات در این یا آن ساحه و بعضا حجت رانندگی طلب می‌کردند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند که بجز روسیه راه مهاجران کاری به دیگر کشورها باز شود. کمیته تفتیشاتی روسیه از باز شدن پرونده جنایتی نو نسبت به تهمین صمد و خبر داده است. تهمین صمد و زاده تاجیکستان است که چند روز پیش به دادگاه برای برگردانده گرفتن منزل تحفه شدهش مراجعت کرد. منزلی به او تحفه شده را بعداً از دستش گرفتند. در خبرنامه کمیته گفته شده است تفتیشات این عمل زن را یعنی مراجعت به دادگاه را یک کوشش نو برای تصرف مبلغ‌های دولت با راه خلابی ارزیابی می‌کند. به اطلاع منبع حالا نسبت به این زن برای تیاری به جنایت و سوء قصد به جنایت یا قسم 3 ماده 30 کودکس جنایتی روسیه پرونده نو آغاز کرده شده است. مرافعه اولی دادگاهی تهمینه برای بازپس گرفتن منزل تحفه شده آخر ماه مای برگزار شد و جلسه دادگاهی نوبتی قرار است ماه ایول برگزار شود. پیوندان یک افسری در مناقشه مرزی کشته شده از وعده خلافی مقامداران ناحیه عینی شکایت دارند. خیرتمند عثمان زاده ماه سپتامبر سال 2022 در اطراف ناحیه باباجان غفوروف هنگام مناقشه مسلحانه بین تاجیکستان و قرقیزستان کشته شد. همسر و 2 فرزندش میگویند از آن وقت تا حال در بدرند و برای دریافت منزل از مقامات محلی امیدوار هستند. فرزان محمدی با وضع زیستی آنها شناس شد و گزارش آماده کرد. خیرتمند عثمان زاده سال 2012 داوطلبانه به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته و تا نیمه ماه سپتامبر سال 2022 در گوارد ملی خدمت کرده است. رتبه لیتنانت کلان را داشت و بعد مرگش در مناقشه در مرز به او اردن سپتامین درجه 2 را سزاوار دانستند. پیوندانش میگویند از نظامی بودنش افتخار میکرد اگرچه مزد خوبی نمیگرفت. فخر داشت خودش به همین کسب در یک مقام معقول بود. کسبش به مقایم کار کسب این معقول شدگی ناقص بود. من مقصود کار کرد جنگ پامیر رشت گوجه رفت و من ناز رفت مقا گرامات از زبانی گرفت همه خوجان شد که متی خمینی یک سال کار کرد شما کار کردن یک سال همه خوجان وای گرفتن ده پیروار گرفت و رحمتی اولیکش اقوای نبود یا چی گویم اولیکی خا کلون نداشت اقا همون کوارتیر خوجان همه یک سال اولی رفت دیگه ما نمای نویبر وی پیروار کردن خوجان پیروار کردن موینی گرفته بردن همونجا مویان گویا 5 ماه می 6 ماه کوارتیر اشتیم همین 3 ماه اول 600 سومون کوارتیر میشتیم خودش میداد کسی خودش میداد
بس اونی همین 2 ماه اخیر مرد فیورل مرد یه جای دیگه که کوچیدیم همون جای چیکاولوس نزدی بازار پامیر بازار وایشتیم کوارتری میشتیم که 600 سوم به همونجا رفته کاغذ قلم کرد و گفتن که 300 میشه دولت میده 300 میشه خودم میتیم گفت نه که منی برای امسال این 2 حصهش در حساب خودش وای میشه دیگه خودش مداد گوییم که آخر ماه اپریل سال 2021 بعد تیره شدن مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان خردمند را به حیث تیرانداز از دوشنبه به شهر بوستان فرستادند. در جنگ در مرز در ماه سپتامبر سال 2022 هلاک شد. جمعه روز جمعه بود سحر 16 سپتامبر گفتن که من گفتن مشق میرم با گفتن با دست مشق بیام که اگه چیز کن من مخورم با من کار میریم گفتن همون مشق برامده برفتگیشون و پیشت نه خانم دین نه زنگ زدین گشتی این سوتکش بود که همون رو تا بگانی نگاه کردیم نه اومدن قطع همین گوده کرد دومو ده همونجا بودیم نگاه کردیم نه اومدن تلفن کنیم تلفن داشتن کشتگی سبشنیم پرتم تلفن نمیکند من با همونجا شتگی بدیم که با تک فرم دیم با گوده گیر کرد تک فرم دیم که همین آوازی وای برامده سازه اونجا ایروپوای به نزدیک بود از همین جای جنگ با اوچ قلچی با همین 11 روز همینجا رسیدیم اوجا همین بچه‌م سرچم ندید از خودم همین درم درب بودم که اوجا و ششتگی پیچاندگی گرفتم بردن و گوروندم. پیوندانش میگویند او برای حفظ و حمایت وطن جانش را نثار کرد ولی مقامات میهم پرستی و سرسپردگی او را قدرشناسی نکردند. به هیچ نه میتینگ کردیم یا نه برای زمان خیلی در تلویزیون خیلی رکلام کردیم هیچی نکردین شوی منو. هم گرفتم بردم گوروندم. در روی وطن شغل فقط میگفتم یه بار دوبار که خیرتمند همین کار برید میگفت که نه حبیبم من میگفت برای وطن جان میتیم گفت من نمیبرم در این کار برامده نمیتونم من میگفت حبیبه سفرزاد حالا با 2 طفل نیمه یتیم در خانه پیوندان شوهرش زندگی دارد. در این حوله کوچک در دهه وشن ناحیه عینی 2 عائله دیگر زندگی میکنند. از همین سبب عائله خردمند عثمانزاده از حکومت محلی درخواست کمک کرده است. خوجم به شهید شد من خوجم به تیم گفتم اونا نه گفتن که نه ما خوجم به نمیتیمش ما و ناحیه عینی شما به سرواده بمیتید گفتم نگم سروادی گفتم که خمایلش بیا با وعده دادن که خونه میتیم اینه بریم صادق ممونیم شما یگان جای کار خودمو تغوری میکنیم من همین هر ماه عید بعید برای همه مقیم زاده اولی رئیس ما هم وعده کردن که شما اینو در شهر خوجان آدمی من همین خبر میگرفتگی نیست در اینجا ما با ما بچه خبر میگیریم عید عیان شده اینه صادق ممونیم شما کار به وای میکنیم. خانواده افسر ادعا دارند که بعد مرگ خردمند عثمانزاده اولها مقامات محلی و ولایتی از حالشان باخبر میشدند کمک میرساندند ولی چند ماه آخر گویا فراموش کردند. طولی قریب 3 سالی بتون سالی 4 قریب که درمدا سپک سپتامبر بیاد ندادن من هم 1 سال آخرم گم نه بیان نه خبر میگیرن نه میرن. در حکومت ناحیه عینی هیچ مسئول آماده نشد درباره شکایت خانواده خردمند عثمانزاده به رادیو آزادی صحبت کند. اما چند مقامدار حکومت در صحبت گفتند که وعده دادن خانه را فراموش نکردند و حتما آن را اجرا خواهند کرد. کی اجرا می شود نامعلوم است. از سال 2021 تا نیمه ماه مارس 2025 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بارها مناقشه سر زد و صدها نظامی و مردم عادی از 2 طرف کشته و زخمی شدند. از آن زمان تا حال برخی از پیوندان کشته شدگان شکوه دارند که دولت از جانثاری فرزندانش به طور شایسته ارزگذاری نکرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه عینی. یک کارخانه را در فیض‌آباد برای دزدی برق 44513 سومانی جریمه کرده نسبت به 3 کارمند شبکه‌های تقسیماتی برق در این ناحیه پرونده مأموری باز کردند. آژانسی نظارت در ساحه انرژتیک در این باره در تلگرام کانال خود خبر داده نوشته است که رهبریت جمعیت صابر کم در ساختمان مکتب در فیض‌آباد برق دزدی استفاده می‌کرده است. بنابر به مسئولیتی رهبریت شبکه‌های برق ناحیه فیض‌آباد این جمعیت که در دهه مذکور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی بنیاد نموده ایستاده است بدون حجت‌های ضروری و به نصب حساب کنک برقی یعنی غیر قانونی نیروی برق را استفاده می‌برد نوشته است آژانسی.
نظر رهبریت این شرکت ساختمانی به این قضیه معلوم نیست. مقامات نسبت به 3 کارمند شبکه‌های برق ناحیه فیض‌آباد نیز با دلیل رعایت نکردن قاعده‌های استفاده برق و اجرا نکردن عهده‌داری پرونده مأموری باز کردند. در پی سنگین شدن جزا برای استفاده غیر قانونی برق، مقامات چندین نفر را برای دزدی یا استفاده غیر قانونی برق به جوابگری کشیدند. چون همیشه در این قسمت برنامه از قرب اسعار میگویم. بانک ملی 1000 روبل روسی را به 125 سومانی، 100 یورو 1126 سومانی و 100 دلار را 989 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. همه شما را با فرارسی عید قربان تبریک گفته تمنا دارم که خیر و سخاوت شما قبول گردد و دسترخوان عیدانه‌تان همیشه پرناز و نعمت باشد.